میخوایم با هم دیگه 10 اصل فروش مؤثر، پایدار و موفق رو بررسی بکنیم. اصل اول میاد میگه تجربه خلق کنین که خودتون عاشقشین. یعنی چی؟ یعنی شما اگر فروشنده محصول و خدماتی، در درجه اول باید خودتون محصول و خدمات رو داشته باشه، شور و شوق نسبت به اون محصول و خدمات داشته باشه. شور و شوق مصریه دوستان، و مشتری اینو میفهمه. قطعا دوستانی که قدیمی ترن و حرفه‌ای تر بهش برخوردن که مشتری میاد میپرسه خودت این محصول رو داری؟ من نمیتونم، من بیمه ای بیام محصول بیمه عمرم و ثالثم و بدنم و مستمریم و پرزنت بکنم ولی خودم نداشته باشم. واقعا مشتری اینو میفهمه. یه جایی هم یه دستی بهتون میزنه میگه اگر میگی این خوبه خودت داری یا نه. شما نمیتونی فروشنده بنز باشی ولی زیر پات بی ام و باشه. تو هر صنف و شغلی هم داستان همینه، هیچ فرقی نمیکنه. شما اون محصول و خدمات رو باید داشته باشی تا بتونی بفروشیش.